حرکت مستقیم کیوان در نشان آبریز از 25 آبان 1403 تا 9 فروردین 1404 و بعد وارد نشان ماهی میشه. در این مدت نسبت به قبل کندی‌ها کمتر میشه و تمرکز روی حوزه‌های مسئولیت، ثبات و پیشرفت‌های سازمان یافته میاد. تا 7 دی‌ماه که کیوان در ناکشاترای شفابخش شاتابیشاک حرکت میکنه باعث میشه که روی شفا و رشد شخصیمون متمرکز بشیم و در مسائل عاطفی و فیزیکی بهبود پیدا کنیم. تمریناتی مثل یوگا و مدیتیشن هم میتونه به ما کمک بکنه. پیشرفت‌های سازمان یافته و برنامه ریزی شده در رابطه با شغل، ثبات مالی و اهداف بلند مدتمون خواهیم داشت. همینطور پیشرفت‌هایی در زمینه تکنولوژی دیجیتال، خدمات عمومی و اصلاحات اجتماعی ایجاد میشه و میتونیم برای مشکلات پیچیده راه حل‌های نوآورانه و پایدار پیدا کنیم. بهرام در هبوط به کیوان نگرش داره و ترکیبی از جاه طلبی و تنش رو ایجاد میکنه که نیاز به مدیریت دقیق احساسات، صبر و انعطاف پذیری به خصوص در محیط کار داره. کیوان در تعامل با راهو نوآوری رو به خصوص در حوزه تکنولوژی تقویت میکنه و در تعامل با کیتو درون نگری رو تشویق میکنه. هر دو با هم آینده نگری و خودآگاهی رو ایجاد میکنن. راهتون پر از نور.